بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین با شدیدترین تکانهایش به لرزه درآید. و اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، و زمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد و انسان میگوید آن را چه شده است؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند، زیرا که پروردگارت به او چنین وحی و حکم کرده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، در آن روز مردم گروه گروه باز می گردند تا نتیجه اعمالشان به آنان نشان داده شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس هر کس به اندازه ذره‌ای کار نیک انجام داده باشد پاداش آن را می بیند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد کرده باشد کیفر آن را می بیند.